صحابی بزرگوار ابوذر رضی الله عنه میگوید عده‌ای از مردم عرض کردند ای رسول خدا، ثروتمندان همه پاداشها را از آن خود ساختند، همانند ما نماز میخوانند، روزه میگیرند و از مال و ثروتی که مازاد بر نیازشان است صدقه میدهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود مگر خداوند زمینه‌ای برای شما فراهم نکرده که بتوانید صدقه دهید؟ هر سبحان الله گفتن یک صدقه است، هر الله اکبر گفتن یک صدقه است، هر الحمدلله گفتن یک صدقه است، هر لا اله الا الله گفتن یک صدقه است. امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه است و در نزدیکی با همسرانتان صدقه است. گفتند ای رسول خدا، مگر برآورده ساختن شهوت برای ما پاداش دارد؟ فرمود آیا اگر کسی آن را از راه حرام برآورده کند گنهکار نمی شود؟ همچنین اگر از راه حلال میل جنسی خود را برآورده سازد برایش اجر و ثواب دارد.